شاید بگی نصب در ضد سرقتی با این ورق و کلاف کار سختی نباشه. در رو از چارچوب جدا میکنیم، چارچوب رو تو قسمت تعیین شده جا میزنیم، اعصاب فریم یک اتصال مناسب میگیریم، رگلاژ و تمام. اما بدون 5 تا نکته است که حتما باید رعایت کنید. 1. حتما با یه ریسمون ضربدری از تاب نداشتن چارچوبت مطمئن شید. 2. چارچوب رو قبل از نصب برگردونی، با ملات مناسب پرسیمان پر کنی تا در طی بهره برداری پایین چارچوب پر نشه. 3. در هنگام جوشکاری مطمئن شی جوشکار خال نمیزنه و یه طول جوش مناسب میده. 4. در هنگام نصب مطمئن باشی که قسمت‌های عمودی شاغول و قسمت‌های افقی تراز باشن. 5. بعد از نصب با ملات مناسب قسمت‌های افقی رو پر کنی که در طی بهره برداری صدا داخل واحد یا بیرون لابی نپیچه.